اونی که باید پیدا شد. چند بار از اینجا رد شدم، این دختر دست باباش رو که نابینا اینجوری همیشه گرفته داره تو این راسته میبره میاره. بزرگترین آرزو چیه فریما؟ بزرگترین آرزو اینه که چشمای بابا باز شه. چند سال نابینایی بابا؟ من 30 سال دکتر. دیدین که من همیشه دوست دارم آرزوها رو برآورده کنیم، اما نمیدونستم به این آرزوش چی بگم. این بچه فکر میکنه بعد 30 سال نابینایی هنوز چشمای باباش ممکنه برگرد. یه دونه کولر؟ آره. یعنی این همه به من گفتی که یه خواهش دارم که بگی یه کولر؟ خدا قربونت خندات من. طبق معمول میخوام خونش رو تعمیر کنم، وسایل زندگیشو کامل براش فراهم کنیم و خیلی کارهای دیگه که آرزوشو دارم. یادتونه ایشونو پیدا کردیم، پدر نابینا با دختر بچهش که قدم میزدن نزدی پیدا کنم. کارای ایشون هم انجام شد. یه ذره طول کشید این سری، ولی خونتونو دوست داری الان؟ این سری مدرسه‌تون خواست بره اردو، شما رو جا گذاشت، یه SMS میدین به این خطه، اصلا هم نمیگین چقدر لازمه، فقط یه شماره کارت میفرستین. من خودم میدونم چقدر لازمه، اونجا چجوری بهتون خوش میگذره. باشه دیگه از اردو جا نمونید. میخوام مثل بهتری چی بشی؟ تو این چیز پزشک خوب میشید اینجا هم خدا رو شکر تموم شد. مادر از راه دور دعا میکن، خسته ایم، واسه بعدی ها قوت لازم داریم.